هر آیه از قرآن عظیم و شان زیبایی خاص خودش را دارد. این کلام پاک الله متعال الهایهش، هر کلمهش یک پیام خاصی دارد. خصوصا آن آیه زیبایی که میفرماید ان الله یحب التوابین. الله متعال توبه کنندگان را دوست دارد. چقدر زیباست این آیه، چقدر امید بخش است این آیه. میفرماید ای بنده، اگر سالیان سال نافرمانی کردی، گناه کردی، خطا کردی، تو مایوس نشو، نگو مر الله نمیبخشه. نه، برعکس، الله در کنار این که تو را میبخشد، تو را دوست میدارد. ان الله یحب التوابین. الله متعال توبه کنندگان را دوست دارد. الله اکبر. چقدر زیباست که خالق زمین و آسمان ها میگوید تو را دوست دارم. امروز برای ما اگر حالا فرض کنید یک رئیس جمهور یک کشور یا ثروتمند یک کشور برای ما بگه من تو رو دوست دارم، چقدر خوشحال میشیم. اللهی که او ثروتمند در خلق کرده، تمام دارایی های دنیا، زمین و آسمان ها از اوست، میگوید اگر سالیان سالم از من نافرمانی کردی، ولی اگر واقعا مردانه توبه کردی، من تو را دوست میدارم. چقدر عظیم است این الله. الله اکبر.